من سیفالله سلیموف ژورنالیست. شاید اون نفرانی باشند که امروز در جمعیت به هر راه و واسطه پول یافتند که برای ما و قشری زیاد جامعه نامعلوم است که با کدام راه و واسطه آنها پول یافتند. شاید آنها باشند. منصب و وظیفه. امروز هستند نفرانی که دروغ برایشان مایه افتخار است و یک منبع درآمد است. درمان نیست، برای اینکه هر دو نیست. این فکر من است. از تمام شدن اون چیز نگرانم. مهر و محبت، صمیمیت. فکر من که تنها خدمت حربی الترناتیوی فکر خطا است. انسانی کامل حقوق میتواند که هر کسی پسند دل او باشد او را دوست بدارد، نه بسبب آنکه او همسایه است، او بیگانه است، او از کدام ملت و دولت است. خطاگی در این مسئله کدام تجربه زندگی مرا مردمان عالم باید استفاده برم؟ تحمل، دوستداری و صادق بودن با دوستان و رفیقان. ترس در قلب هر یک نفر از روز تولید و چشم گشادن به عالم هستی هست، بود و باقی میماند. ترس بودن معنای ترسو بودن مرد یا شخص را نشان نمیدهد. همه ترس دارد، لیکن مهمتر از همه هر انسان پیش از همه ترس باید از خدا داشته باشد. وقتی که از خدا ترس داشته باشد، انا همین باعثی پیشگیری نمودن و یا سبب شدن برای نرفتن به دیگر کارهای غیر انسانی و غیر آدمگری است. صمیمیت و دوستی و رفاقت، نیکی